دوستانی عزیز، من شکرانه لازم میخوام برایتان درباره استفاده بری بزچه‌ها و خاصیت‌های آنها سخن گویم. توجه کنید. البته در طول حیات ما از بسیار انجام‌ها از جمله بزچه‌ها استفاده میبریم. آنها برای ما درد شده است و آغاز حیات ما را بزچه‌های کودکانه شوق‌آور مینماید. آره، بزچه‌ها عضوهای بصیره، شنوایی، حس رنگ‌های روشن‌رسای قلب باعث انکشاف بی‌هماهنگ‌سازی حرکت‌ها می‌گردد. اما ماده و موادهای ضرور که در نتیجه علاقه‌مندی دائمی با بعضی از موادها ارگانیسم به خود می‌گیرد، در آن جمع می‌شود و در مرور وقت با پیدایش بیماری‌های وزین یعنی معده را آورده می‌رساند. دوستان عزیز، آیا می‌دانید در ترکیب بزچه‌هایی که ما امروز استفاده می‌بریم ماده‌های کانسروژن بوده موجودند که این در نتیجه به سلامتی ما زیان می‌آورد. اصلا بسیار بزچه‌های پنجره و پلاستیکی رو ما استفاده می‌بریم، همین طور نه. لیکن این نمود بزچه‌ها از محصولات پلیوین کلورید پلاستیزولا استحصال می‌شود. پلیوین کلورید ماده همراه کننده پیوست کننده سولفور، خلیع کننده یعنی پلاستیفیکات، ضد اکسیژن شوی، فنول و غیره می باشد. در ترکیب بزچه‌ها باز چند نمود ماده‌های ضرور از قبیل ورمالدگید، سیماب، سرب و غیره ها موجودند. همسایگان عزیز، اکنون لحظه برایتان درباره استفاده بری بزچه‌ها و ماده‌های آنها سخن میگویم. با دقت باشید، دانستن حتمی است. توجه. فنول کربوهیدرات خوشبوی به شمار می رود. این جوهر کریستال بیرنگ بوده دارای بوی خاص دارد. فنول در آب سوز حل شونده می باشد. آن را در شیرشا و پلاستیک های گوناگون در استحصال مبل و جهاز استفاده می برند. اینچنین در بزچه‌های کودکانه فنول یکی از بسیار افلاس کنندگان پهنگرده محیط می باشد. آن با سرعت توسط پوست قسمت بالای راه‌های نفس‌کشی و راه‌های اعضای هاضمه معده روده جبیده وارد می‌شود. در بدن آن در گرده و جگر جمع شده غلیظ می‌شود. دوستان هوشیار باشید، فنول سیستم مسئولیتی کودک را ویران می‌سازد و به چند نمود بیماری‌های خطرناک آورده می‌رساند. آیا می‌دانید وقت‌های خیر هرچی بیشتر بزچه‌های با سیماب زهرآلود شده دریافت و مصادره کرده می شود. این مواد نه تنها به سلامتی ضرر دارد بلکه به حیات خطر دارد. هنگامی که سیماب به محیط اطراف گشوده می افتد، او به بلغ شوی شروع می کند. یعنی 1 از 5 گرم سیماب که از حرارت سنجاقی شکسته جاری می شود می تواند از بلغ جدا نموده خود حجم هوای 500,000 متر مکعب را زهرآلود نماید. سیماب بهت ماده خطرناک می باشد و حتی مقدار ویای خرد آن می تواند سبب بیماری‌های روحی و عصب باعث شود. البته هر آن چیزی را که ما امروز استفاده می‌بریم باید درباره ضرر و فایده آن معلومات داشته باشید. برای شما مصلحت می‌دهم که اگر به بوج کردن بزچه‌ها میل داشته باشید حتما به دستور عملی در بارکوتی آن نوشته شده است اهمیت جدی دهید. خوبترش آن بزچه‌ها را انتخاب نمایید که از چوب، چرم و پشم عضوی طبیعی استحصال شده باشد. بعد از خریداری بزچه‌های پلاستیکی را حتما حداقل 5 ساعت داخل آب گرم گذارید. بعد خشک کرده استفاده برید. همسایگان عزیز، ما باید برای بی‌خطری خویش مبارزه بریم و سلامتی خود را از هر گونه اشیاء زیان‌آور که می‌دانیم امین داریم. بگذار همیشه سلامت باشید. خیر تا بازدید.